بنا به گزارش‌ها مقامات انتظامی کلاب به ضد 20 افسر و سرباز پایگاه روسیه در تاجیکستان با اتهام ویران کردن نظم و ترتیبات پرونده باز کردند. یک منبع در مقامات قدرتی کلاب بر رادیو آزادی گفت بعضی از این افسران به سنگباران یک بیمارستان و بدرفتاری با چندی از جوانان محلی متهم می‌شوند. افتتاح این پرونده ها در حال است که روز 28 ایول در شهر کلاب بین گروه از سربازان روس و جوانان این شهر مناقشه برخاست و از هر دو طرف چند نفری زخمی شدند. صحبت امروزه هم در همین باره است و با همکارم مومن احمدی در دوشنبه. مومن، تا کنون درباره پرونده ها نسبت به سربازان و افسران روس چه اطلاعی به دست آوردی؟ ببین طور که پرونده آغاز شده است نسبت عمل سربازان و برخی از افسران پایگاه روسیه و به گفته برخی از منابع ما در مقامات انتظامی حدود 20 تن از افسران و سربازان پایگاه روسیه که در مناقشه شب 28 ایول اشتراک داشتند به این پرونده جنایتی جلب شدند. این پرونده جنایتی بر اساس ماده 237 قسم 2 یعنی اوباشی و اوباشی که باعث رسانیدن ضرر سبک به سلامتی از جانب گروه اشخاص زیاد صادر می شود پرونده باز شده است و تفتیشات ادامه دارد. مقامات انتظامی از شرح پوره این حادثه تا انجام تفتیشات خودداری میکنند، اما اظهار می‌دارند که این پرونده روزهای نزدیک انجام می‌یابد و به دادگاه نظامی روسیه واقع در تاجیکستان سپرده می شود. قضیه جنجال روز 28 ایول چه شده است؟ آیا این مسئله را بین خود حل کردند یا تفتیش پرونده ادامه دارد؟ بله طاهر، این اصلا برای ما معلوم شد که شب 28 ایول نظامیان پایگاه روسیه به یک مرکز بوکمری در شهر کلاب که اصلا آنجا جوانان طریق پول نتیجه های پیشکی فوتبال رو معین میکردند وارد شده و تیریزه های آنجا رو شکسته و این مرکز حدود 10,000 سامانی تقریبا $800 امریکایی زیان رسانیدند و در پی این اون جوانانی که در این داخل بودند بیرون میشوند. با آنها یک کمی مناقشه و درگیری صورت میگیرد که چند تن از جوانان که مقامات شمارهشون دقیق تا حال نگفتند جراحت میبردارند و اونجا چند نفر تربوز فروشانی سر راه بودند، اونها هم ضرر میبینند و تریزه چند بینای استقامتی هم در پی سنگ پرتایی شکسته می شود که مقامات همه اینها رو در مجموع جمع‌بست کرده به دادگاه نظامی روسیه واقع در حدود پایگاه نظامی روسیه ارسال می دارد که اونها بعداً بر اساس این تفتیش ها حکم صادر خواهند کرد. تشکر. همکارم مومن احمدی از دوشنبه صحبت می کرد.